سلام 1300 سلام خدمت همه عاشقای آشپزی. امروز قراره با همسر عزیزم آشپز موجی یه ماکارونی مرغ خوشمزه براتون آماده کنیم. بریم با هم طرز تهیه‌اش رو ببینیم. فقط یه نکته رو می‌خواستم بهتون بگم، اگر از این ویدیو خوشتون اومده دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله رو بزنید که هر وقت ما فیلم میذاریم یوتیوب بهتون اطلاع بده. دوستتون داریم، بریم با هم ببینیم. سلام دوستای گلم، آشپز موجی هستم. امروز اومدم که با هم بریم ماکارونی مرغ درست کنیم. مواد اولیه‌اش رو با هم ببینیم. پیاز 1 عدد، سیب زمینی 1 عدد، سویا 5 قاشق غذاخوری، گوجه 2 عدد، نخود فرنگی 3 قاشق غذاخوری، فلفل سبز تند و سیر 2 عدد، ادویه، زردچوبه، بزار، پاپریکا، نمک، دارچین، لیمو عمانی، هل و رب گوجه، نصف سینه مرغ و در آخر ماکارونی. رو سویا 1 لیوان آب جوش میریزیم و ربع ساعت میذاریم کنار. الان سینه مرغ رو مانند فیلم به صورت نواری برش میدیم و میشوریم و میذاریم کنار. الان سویایی که از قبل خیس کردیم میریزیم تو صافی و چنگ میزنیم تا کف سویا بیرون بیاد که باعث نفخ شکم نشه. من ماکارونی رو خردش میکنم واسه راحت خوردنه. شما میتونین همین جوری درسته استفاده کنین. الان تو قابلمه آب میریزیم، میذاریم روی شعله. بریم سر وقت مواد میانی ماکارونیمون. 1 کم روغن میریزیم تو تابه، پیازمونم بهش اضافه میکنیم با 1 کم زردچوبه. تفت میدیم تا کاملا طلایی بشه. بعد مرغامون رو بهش اضافه میکنیم، 10 دقیقه تفت میدیم تا مرغامون رنگش عوض بشه. و حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر وقت فیلم گذاشتیم یوتیوب بهتون خبر بده. رو مرغا 3 حبه سیر ریز ریز خرد میکنیم. بعد فلفل سبز بهش اضافه میکنیم و 1 کم تفت میدیم. دارچین و هلم بهش اضافه میکنیم تا بوی بد مرغ رو از بین ببره. الان نمک و ادویه کاری بهش اضافه میکنیم و 10 دقیقه تفت میدیم. بعد سیب زمینی رو بهش اضافه میکنیم، تفت میدیم و دربشو میذاریم 5 دقیقه تا کاملا سیب زمینیمون هم پخته بشه. موقعی که آب تو قابلمه جوش اومد 1 کم زردچوبه و روغن بهش میزنیم و بعد ماکارونی ها رو میریزیم تو آب جوش تا بپزن. بعد به مواد میانیمون گوجه که نیگینی خرد کردیم اضافه میکنیم و تفت میدیم. پاپریکا و لیمو عمانی هم بهش اضافه میکنیم. الان سویا هم بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم، دربشو میذاریم تا 1 کم پخته بشه و گوجه همون کاملا له بشه. به ماکارونی که در حال جوشه 2 قاشق نمک هم اضافه میکنیم. الان مواد میانیمون 1 تفت کوچولو میدیم و در آخر نخود فرنگی و رب گوجه بهش اضافه میکنیم. خوب تفت میدین تا این رب گوجه قشنگ به خورد موادمون بره. حتما طعمش هم میچشیم که همه چیزش اندازه باشه. اگه دیدین نمک و فلفلش کمه باز بهش بزنین تا مزه خیلی خوبی بده. الان وقتی ماکارونیمون نرم شد و دیدین داخلش یکم سفته حتما آب کشش کنید و آب سرد بریزین روش تا بیشتر از این پخته نشه. وقتی ماکارونی کاملا آب کشی شد به مواد میانی اضافه میکنید و با استفاده از 2 تا کفگیر هم میزنید. اگه دیدین ماکارونی کم رنگه 2 قاشق رب گوجه رقیق میکنیم به ماکارونی اضافه میکنیم تا خوش رنگ بشه. الان تو قابلمه 1 کم روغن میریزیم، 1 کم هم کنجد میپاشیم. بعد نون میندازیم و ماکارونیمون میریزیم روش. بعد از کناره ها جمع میکنیم تا به قابلمه نچسبند. 1 کم هم روغن میریزیم روش و دربشو میذاریم. ماکارونی ما آماده است.
اینم از ماکارونی مرغ خوشمزه آشپز موجی، همسر عزیزم، دستش در نکنه، عالیه. حتما تو خونه درست بکنین و نوش جان بکنید. میدونم که خیلی خیلی خوشمزه استش و ازش خوشتون میاد و الان هم میخوایم بخوریم. و نکته آخر بهتون بگم دوستای گلم که حتما ما رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو هم بزنید که هر وقت فیلم میذاریم یوتیوب بهتون اطلاع بده. ممنون، متشکر. و یه دعای آخر هم میکنم و دیگه از خدمتتون مرخص میشم. انشالله خودمون، پدر و مادرامون و همه فامیلا و اقواممون همه سالم و سلامت باشن و در کنار هم به خوشی زندگی بکنن. به امید دیدار. آمین.